میگد، بیرحمش 2000 و 3000 دلار میگد. چرا وای نمیگد که وای حرام میخورد؟ اینش هم قید کردن در کار. اینش هم پول ما نادرست رفته ایستاده. از خواندن او اگر با شاید ارتیسی باشد که او مثال یک خواند که ما یک راحت کنیم، فقط گرم 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 دیگر نمیفهمی چیست. چند زنی دیگر گویم با به ترتیب در بین مثال رقص دارن، ما چیکار میکنیم؟ بعد شما را برده باز در بین گویم کرته های همونا دستامون می اندازیم، پول می چسبانیم. آیا همین پول ما در راه نادرست نرفته ایستاده؟ در راه نادرست است. برای برادرای عزیز والله که فقط میخواهم آن چیزی که رئیس جمهور خواستن همون میخواهم، فقط برای برداشتن سطح زندگی شما بای باشید، شما دارا باشید. اگر همین آدمی که دارا باشد، شرایط داشته باشد، وقت چمخوش است. باور که بسیاری بیماری ها حساب ناداری است. نداری بیمار میشه، نداری فشار خون میشه، نداری دلت میزند. همه بیماری ها از حساب بی پولی میروی. او شاعر خدا رحمت کنه میگه مرد اگر نادار گردد غیرتش کم میشود. ببین همین مرد که نداشته باشد، بی پول باشد، تماما غیرت ندارد میگه. حالا که مردک با غیرت است کو، مردک قوت همه عذاب دارد، نه که پول که ندارد میان او را غیرت او را به پولی شکسته است. مرد اگر نادار گردد غیرتش کم می شود، آبروی او بریزد همچو خاکستر شود. از به پولی در آبروش میریزد، در پیش یار رفیقش قدر نداره، حتی در پیش پدر مادرش به پول باور که قدر نداره. امروز بچه پولدار دوست میداره، بچه به پول دوست نمیداره. بچه درآمدناک اگرچه به خدا هم که باشد با او تکیه داره، بچه مثال به پول که فراست و مثال عقل داره او را دوست نمیداره. برای چی؟ به خاطر وای پول داره، پولدار است. ببین پولداری تا چه حد آورد ما و شما را رسانید که پولدار همه دوست میداره. حتی خداوند میخواهد شما پولدار باشید، حتی حبیبش میخواهد شما پولدار باشید. هیچ وقت اسلام نمیخواهد که شما کم بغل باشید. اسلام هم طرفدار است. اگر اسلام طرفدار کم بغلی میشد، شما را نمیگفت که لباس زیبا پوش، مرکبهای زیبا دار، نشین، شهرهاتون با شکوه کنید، خانه هاتون خوشروی کنید، نمیگفتند. این حالت در عبادت ما ثواب نمیماند. ما را خطاب دارد، حضرت فهمانیده ایستاده است چون ولا تصرفو همه خوانی، تو آیتی ولا تصرفو را نمیخوانی. خدا در قرآن چی گفت؟ کلوا واشربوا ولا تصرفو، بخورید بنوشید لیکن اسراف نکنید.